دوستان عزیز، الله ها، من و مادرم شروع کردیم کتاب ایقان رو خوندن، فقط به فارسی، نه اسپانیولی نه انگلیسی. این برای دوستان فارسی زبانه. امیدواریم تمام این کتاب رو تمام کنیم در عرض یه مدتی. من هیچ وقت نخوندم، میخوام یاد بگیرم از مادرم. ما از کجا شروع کردیم؟ از اول از اول که به عربی بود یه چیزی. آها. اینه. تا هر جایی خودت احساس کنی میخوای بخونی اولا یک علامت میذاریم، خب که بعدا ادامه بدیم. بسم ربنا العلی الاعلی. الباب المذکور فی بیان ان العباد لن یصلوا الی شاطئ بحر العرفان الا بالانقطاع الصرف عن كل ما في السماوات والارض. قدسوا انفسکم یا اهل الارض لعل تصلون الى المقام الذي قدر الله لكم و تدخلون فی سرادق جعلها الله فی سماع البیان مرفوعا. جوهر این باب آنکه سالکین سبیل ایمان و طالبین کؤوس ایقان باید نفوس خود را از جمیع شؤونات ارضیه پاک و مقدس نمایند، یعنی گوش را از استماع اقوال و قلب را از ظنونات متعلقه به سبحات جلال و روح را از تعلق به اسباب ظاهره و چشم را از ملاحظه کلمات فانیه و متوکلین علی الله و متوسلین الیه سالک شوند تا آنکه قابل تجلیات اشراقات شموس علم و عرفان الهی و محل ظهورات فیوزات غیب نامتناهی گردند. زیرا که اگر عبد بخواهد اقوال و اعمال و افعال عباد را از عالم و جاهل میزان معرفت حق و اولیای او قرار دهد، هرگز به رضوان معرفت رب العزه داخل نشود و به عیون علم و حکمت سلطان احدیت فائز نگردد و هرگز به سرمنزل بقا نرسد و از جام قرب و رضا مرزوق نگردد. ناظر به ایام قبل شوید که چقدر مردم از اعالی و ادانی که همیشه منتظر ظهورات احدیه در هیاکل قدسیه بودند، به قسمی که در جمیع اوقات و اوان مترصد و منتظر بودند و دعاها و تضرعها می نمودند که شاید نسیم رحمت الهیه به وزیدن آید و جمال موعود از سرادق غیب به عرصه ظهور قدم گذارد و چون ابواب عنایت مفتوح می گردید و غمام مکرمت مرتفع و شمس غیب از افق قدرت ظاهر می شد، جمیع تکذیب می نمودند و از لقای او که عین لقاء الله است احتراز می جستند، چنانچه تفصیل آن
در کتب سماویه مذکور و مستور است. حال قدری تأمل نمایید که سبب اعتراض ناس بعد از طلب و آمال ایشان چه بود و به قسمی هم اعتراض می نمودند که زبان و بیان و تقریر و تحریر و همه از ذکر آن عاجز و قاصر است و احدی از مظاهر قدسیه و مطالع احدیه ظاهر نشد مگر آنکه به اعتراض و انکار و احتجاج ناس مبتلا گشت. چنانچه می‌فرماید یا حسرتاً علی العباد ما یأتیهم من رسول الا کانوا به یستهزئون. و در مقام دیگر می‌فرماید ولقد همت کل امة برسولهم لیعجزوه و جادلوا بالباطل لیدحضوا بالحق. و همچنین کلمات منزله که از غمام قدرت صمدانیه و سماع عز ربانیه نازل شده زیاده از حد احصا و احاطه عباد است و اولوالافئده و صاحبان بصر را سوره هود کفایت می کند. قدری در آن سوره مبارکه تأمل فرمایید و به فطرت اصلیه تدبر نمایید تا قدری بر بدایع امور انبیا و رد و تکذیب کلمات نفی اطلاع یابید. شاید که ناس را از موطن غفلت نفسانیه به آشیان وحدت و معرفت الهیه پرواز دهید و از زلال حکمت لایزال و اسمار شجره علم ذوالجلال بیاشامید و مرجوع گردید. این نفس نصیب انفس مجرده از مائده منزله قدسیه باقیه. اگر بر ابتلای انبیا و علت و سبب اعتراضات عباد بر آن شموس هویه آگاه شوید بر اکثری از امور اطلاع یابید و دیگر هرچه اعتراضات مردم را بر مشارق شموس صفات احدیه بیشتر ملاحظه کنید در دین خود و امرالله محکمتر و راسختر شوید. خب اینجا این یه قسمت تموم شده عزیزم. بله. خب خوبه، متشکرم که خوندی. حالا بذار فقط یک علامت بذاریم اینجا که یادمون باشه کجا ادامه بدیم فردا. بیا این کاغذ رو خراب نمی کنه، نگران نباش. اینجا بودیم؟ بله. با اجازت بیا با اجازت برمیگردم اینجا. بعضی از حکایات انبیا رو از بالا ذکر میکنم اینجا تو این قسمت بعدی. بله. خب پس اونجا فردا ادامه میدیم عزیزم. خب دوستان عزیز خیلی متشکرم. طوری که گفتم ما امیدواریم کتاب ایقان رو با هم تموم بکنیم. خیلی متشکرم. عصرتون بخیر، صبحتون بخیر، شبتون بخیر، هر جایی باشه خدا حفظتون کنه. به فارسی، کسی به انگلیسی این ویدیو نمیشناسه. از محبت همگی شما ممنون. واقعا که یک لطف الهی است اگر آدم بتونه یک زمانی به مطالبی که از
از شمس حقیقت نازل شده تأمل و تفکر بکنیم. مرسی عزیزم. و تو به خدا برای من دعا بخونین که فارغ التحصیل بشم. مرسی. خداحافظ.